خیلی از اطرافیان از من دارن سوال میپرسن که آیا این موتور رو میخوایم بخریم و برای استفاده شهر آیا خوبه؟ بعد بگم که این موتور برای استفاده شهر واقعا موتور افتضاحیه. چرا؟ یک، بسیار بسیار موتور خشکیه، زینش عین تخت بنایی میمونه. یعنی شما وقتی میشینید روش واقعا این موتور زینش و فنربندیش اصلا موتور نرم و راحتی نیست. دو، استهلاکش به نسبت موتورهای شهری خیلی بیشتر، اصلا برای اون استفاده طراحی نشده این موتور. و مطلب خیلی مهم، این موتور اندرو تک نفره است، شما اصلا جای پای عقب ندارید و نمیتونید ترکی رو سوار بکنید. حتی اگر بتونید جاپایی هم بذارید امکانش هست که دنبی عقبتون بشکنه یا آسیب ببینه و کلی هزینه اون دنبی رو شما باید بدید. حالا باز اگر سوال بیشتری هم چیزی هست من توی کامنت ها در خدمتتون هستم.